بچه‌ها جیپ رو آوردن اینجا تایرش رو درست کنن. یه مشکلی ایجاد شده بود، نمیشد باد کرد چرخ رو، انگار چیزش قطع شده بود. والوش تو ایران چه میگید؟ والف میگید، اینجا میگن والو، یعنی شیر ورودی خروجی. بعد حالا جالبش اینه مغازه‌شو ببینید، گردالیه، مغازه داغون قدیمی تایر فروشیه، ولی خب با مزه است. الان این جیپ ما هم لنگ در هوا، جک رو زده زیر دیفرانسیلش، برده بالا ماشینا. این مغازه در داغون رو که میبینید کلش گرده، خیلی با مزه است. با مغازه حال کردم ولی خیلی داغونه، تا حالا همچین جایی ندیده بودم در آمریکای شمالی. علی داره این والو رو عوض میکنه آقای، که این بلاک شده بود. دقیقش این بود که به طرز عجیبی توی چرخ هم آب بود. نگاه کنید تو چرخ آبه، خیلی عجیبه. خب هوا هم داره تاریک میشه و بریم ببینیم دیگه چه خبره اینجا. مقصد بعدی اینجاست. این خرت و پرتا از اینه چیزایی میچسبونه به تایر که بالانسش کنه. بچه این وسط اینم ببینیم، رینگ کوچولوی یه وجبی شارپ پیچ. Good. Yeah, okay, perfect. Perfect. Thank you, رشید. آقا رشید کار ما رو انجام داد. نمیدارم دور تا دور چرخم خد انداخت. دور رنگش کنم.